یک سوال دیگه ایجاد میشه جناب مولانا، اگر شما ایران برای بیننده های عزیز ما توضیح بودین بهتر خواهد شد. این مدارکی را که شما ذکر کردین و اقوال آقای خمینی را در ارتباط با خدا و پیامبر و اصحاب پیامبر حضرت عمر و خانم دوست داشتنی پیامبر و مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه را و دیگر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند طلحه و زبیر و غیره را که نجستر گفتن از سگ و خوک میدانه. البته بعضی از بیننده ها شاید ایتو فکر رو بکنن که شما دارین با این حرف هایتان و با این چیزهایی که ذکر میکنین تفرقه میان اهل سنت و میان اهل تشیع ایجاد میکنین که از این فرصت میتونه دشمنان اسلام مثل یهود و نصارا استفاده بکنه. جناب استاد رحیمی صاحب، ما اشاره کردم که محبت و دوستی و بغض و دشمنی به خاطر الله سبحانه و تعالی هست، ولی ما وقتی که میگیم دشمن از این استفاده نکنه، بین شیعه و سنی اختلاف نیندازه، ما اول گفتیم که ما احترام خاصی به خواهر و برادر شیعه خود که به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین نمی کنن و اعتقادات و باورهای نسبت به تحریف قرآن و نسبت به توهین به ام المؤمنین عایشه صدیقه ندارن. اونا برادر ما هست، خواهر ما هست و براستی هم که اصلا بحث این موضوعات نیه که ما بیایم بین شیعه و سنی کی اختلاف ایجاد میکنه. بیایم ریشیابی بکنیم که انگیزه اختلاف از کجا پیدا میشه. پس میمونه نکته بعدی، از لحاظ ظاهری کسی بیایه به خانواده شما، خانواده من، به خانواده یک دیگری و امثال توهین بکنه، بعد از اون ما بگیم به خاطر که اختلاف به وجود نیایه من سکوت میکنم، خیلی باشه هر روز بیایه فاش ناموسی بده و هر روز بیایه بالاخره توهین به شاگرد ما و توهین به ناموس ما و توهین بالاخره به خانواده ما داشته باشه. آیا چنین عقل همین حرکت رو میپذیره؟ من هرگز بارها و بارها ایر، حتی نه از طریق تلویزیون و شبکه، از طریق منبر ایر موضوع گفتم. شیعه‌ای که به صحابه توهین کنه، شیعه‌ای که به اصحاب رسول الله توهین کنه، شیعه‌ای که به مادر مؤمنین ام المؤمنین عایشه صدیقه طیبه طاهره توهین کنه، شیعه‌ای که بیای انگشت انتقاد بر صحابه جلیل القدر بگذاره، من هرگز با چنین شیعه‌ای، با چنین انسانی من اصلا دست دوستی ندارم، اصلا من هیچ محبتی ندارم. من چرا با یهود دشمنم؟ یهود به خاطری که چه کار کرده؟ چون عقیدی و با عقیدی ما برابر نیه. چرا با مسیحی دشمنم؟ به خاطری که عقیدی و با عقیدی ما درست نمیآیه. چرا میگیم مشرکین؟ چرا میگیم کفار؟ ما خدای نخواسته بحث ما بحث اینیه که شیعه، خیلی از عزیزان شیعه ما داریم که برادروار، خواهر و برادر در کنار برادران سنی خود زندگی میکنن و هر زمانی هم که بحث از سیدنا ابوبکر الصدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی وقتی مطرح شده با احترام خاصی نام گرفتن. حضرت عمر، حتی بالاخره اگر حضرت عمر قائل نیان که حضرت ابوبکر خلیفه اول مسلمانای و قائل بر اینن که خلیفه اول سیدنا علیه، با اونا ما هیچ مشکلی نداریم. وقتی میای توهین، قضیه توهین میایه، یعنی هر انسان مسلمانی ذره ایمان داشته باشه، اگر کسی ذره ایمان در قلب داشته باشه، ذره ایمان در وجودش باشه و بشنوه که رهبر انقلاب گفته عایشه از سگ و خوک پستره، در جلسه انقلاب از این میشینه؟ از چنین رهبر تجلیل میکنه؟ گفتم ذره ایمان داشته باشه. ما محبت ما، بغض ما به خاطر الله سبحانه و تعالی. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. ایمان این وقت کامل میشه.
نه اینکه این مصلحته او مصلحته او مصلحته. چی مصلحته؟ وطن گرفتن، خاک گرفتن، به ناموس پیامبر توهین میکنن، به صحابه پیامبر توهین میکنن، جنایاتی که بالاخره امروز در دنیا صورت میگیره، همه اینا ببین دستاوردها و بالاخره در این. پس ما صحبت شما بود که کسی فکر کنه که ما شاید این حرف اختلاف بین شیعه و سنی، نه خیر. شیعه که توهین به صحابه نکنه، توهین به ازواج مطهرات نداشته باشه، شیعه که پیرو قرآن و اهل بیت رسول الله باشه، شیعه که در حقیقت پیرو امام جعفر صادق باشه، در حقیقت امام جعفر صادق را دوست داشته باشه و از او پیروی کنه، در حقیقت پیرو علی ابن ابی طالب باشه، من دستش را میبوسم، او را به آغوش میگیرم، برادر من هست، نور چشم من هست. اما کسی که بیایه به نام شیعه یا به نام سنی، الحمدلله ما امروز در دنیا نداریم، اما سنی که بیایه به علی ابن ابی طالب، به خیر النساء اهل الجنه، به فاطمه الزهرا، به اهل بیت رسول الله توهین کنه، همین حکمی که من نسبت به شیعه میگم همین حکم نسبت به سنیه. اصلا برادر منی سنی که بیایه به اهل بیت رسول الله توهین کنه، بالاخره به سیدنا امام جعفر صادق توهین کنه، نعوذ بالله من ذلک، اصلا برادر منیه. چنین برادر من ندارم در دین و در اسلام و در قرآن. پس همه این حرفها به خاطر خدا هست، به خاطر عقیده صحیح و سالم هست.